تبایع صفراوی استعداد پذیرش دیابتشون خیلی کمه. اگر پیدا بکنن در سنین خیلی بالا، اینم مقطعی دیابت کم و زیاد پیدا میکنن. در تبایع بلغمی استعداد پذیرشش خیلی بالاتره. در دموی به همین ترتیب. سوداوی ها هم استعداد پذیرش دیابت کمتری دارند. سوداوی مزاج ها هم استعداد دیابتشون خیلی کمتره. این پراکندگی دیابت در تبایع گوناگونه. و یه نکته دیگری که دفعه پیش هم اشاره کردیم با توضیح بیشتر بدیم، دیابتی که امروز در جامعه وجود داره بیشتر دیابت سرده. تفاوت گرم هم داره دیگه. بله. دیابتی که در منابع طب سنتی بیشتر بهش اشاره شده، نوشته شده دیابت گرمه. وقتی که یه بچه طفلی که هیچ پرخوری نداره، شیرینی زیادی هم مصرف نکرده و اتفاق خاص مزاجی براش نیفتاده، یه دفعه میاد دیابت پیدا میکنه، وقتی بررسی میکنه میبینیم که یه زمینه سردی روانی درش ایجاد شده. مثلا میگه ما با هم میخوابیدیم، با بچه‌ام با هم میخوابیدیم، میگه هفته دو هفته جاشو جدا کردیم، از ما بچه بزرگ شده بود که جاشو جدا کردیم، دیابت گرفت. خب یعنی چی؟ یعنی غم جدایی از پدر و مادر موجب بروز دیابت شده. این غم در طب سنتی سردی روانی تعریف میشه. این یعنی اتفاقات روحی که برای ما رخ میده. بله. مثلا شاید براتون جالب باشه، بر اتفاقات سیاسی سال 88 یه دسته بیماری های ما زیاد شد، دیابت ما زیاد شد. بررسی می‌کردیم حالا شما که زمینه دیابت نداشتید، آمار داشتیم برای این؟ بله. مثلا یه دفعه میگه که یه جمعیتی توی اتفاقی یه نوع بیماری توی اتفاق زیادتر میشه. مثلا وقتی شرح حال میگرفتیم که بله ما شب تا صبح تو این سایت ها، تو این کامپیوتر، تو این برنامه تلویزیونی، تو اون برنامه رادیو تلویزیون خارجی مرور میکردیم، خیلی خوب دیگه اینجوری شد. خب یا مثلا زلزله بم، در اونجا گرفتیم که دیابت زیاد شد. ببینید اینها حوادث اجتماعی، غم‌ها، غصه‌های بود که زمینه بروز دیابت شد. این نوع دیابت رو ولو تو آدم‌های صفراوی پدید آمد دیابت سرد تعریف می‌کنیم. معمولاً دیابتی که در زمان قدیم وجود داشته درمانش سودازدای سرده. از ترشی‌ها و از گسمزه‌ها استفاده میشه برای اسیدی ها دیگه بله از اسیدی ها. ولی الان به همینا نمیتونیم اسیدی ها رو بدیم، یا در ابتدا با ترکیبی بدیم، یا نه ترکیبی رو 3 روز 7 روز 10 روز که دادیم، در ادامه رو بایستی از درمان های دیابت گرم استفاده بکنیم. من سوال دارم، طب سنتی برای دیابت درمان داره یا کنترل داره؟ این دو تا فکر می‌کنم دو تا مقوله متفاوته. ببینید این بیماری چون بیماری مزمنی هست، سودا وقتی که آمد یعنی دیر درمان. دیر درمان یعنی بیش از 4 ماه و 6 ماه. پس بنابراین بهتر اسمش رو کنترل بگذاریم. اما نسبت به طب کلاسیک که عمر بایستی داروی دیابت بخوره، نه، میشود گفت درمان. کسی که دیابتیک نامیده شد در طب کلاسیک داروی دیابت باید بخوره تا زنده است. دارو هر روز، حالا از دارو شروع میکنه، از قرص شروع میکنه تا انسولین دیپندنت شد، همینطور حالا تحت مدیریت پزشکش دوزشو ارزم که تغییر میده. اما به هر حال همیشه باید مصرف بکنه. اما در طب سنتی طور نیست. دوره درمان طولانی هست. این دوره درمان ولی قابل درمان هست. کاهش می شود گفت درمان هست. اول کاری که باید بکنیم، باید بدن رو گرم کنیم، سودازدا بهش بدیم. رفتارهای سودازدایی بایستی درش ایجاد بشه. این رفتار باید انجام بده. اون چه که دفعه قبل گفتیم تکرار کنیم. پیاده روی که شتاب گردش خون در بدن افزایش میده، سودا رو پاک میکنه، سودای سرد رو از بدن خارج میکنه. بهترین رفتار چه برای پیشگیری چه برای درمان. درست. یعنی یک نفر دیابتی وقتی که میره توی زمین فوتبال برمیگرده قندش میاد پایین. پیاده روی برای هر سنی
یک سودازدای مطلوبه از دو طرف. یکی اینکه خود دم بلغم موجود در بدن رو تبدیل به دم میکنه. بلغم یک خون پسنداز تلقی میشه تو بدن. نشانش اینه که آدم‌های ارسام که سنگین و خسته وقتی که راه میرن نشاط پیدا میکنن. چرا نکته‌ای که خیلی ظریف هست باعث بیش توجه بشه، معمولا توی تغذیه اصلا بهش توجه نمیشه، این هستش که نوعی غذا بخوره که در اون غذا، در اون تغذیه بزاق بیشتری ترشح بشه، جذب بدن بشه. لقمه رو میگیم لقمه رو کامل بجوید. اگر دقیق تر بگیم تا گرسنه نشدید سر سفره ننشینید. غذا رو با پری از نمک شروع کنید، لقمه رو کامل بجوید. اگر لقمه کامل جویده بشه، خلطی که تولید میشه توسط این لقمه، این غذا لطیفتره، پس خون لطیفتری تولید میکنه. خون هر چقدر لطیفتر شد سودای کمتری ایجاد میکنه. یک از این سوداها سودایی است که ما اسمش میذاریم زمینه دیابت. بعضی سبک زندگیشون